کماندان صاحب، سربازای چین از طریق مرز بدخشان وارد افغانستان شدند. درست است، من چند نفره به بدخشان روان میکنم. ابراهیم انیسه بخواه. فعاد میشه کماندان صاحب. عتیق امرای انیس عبدالبایس بدخشان برو نزدیک مرز چین. براتون موتر گرفتم، برین. کماندان صاحب، ما رسیم طفله ها را شهید کردن، خودشان در مرز هستند. لازم شه همراهشان بجنگین. کمکی ضرورت داشتیم براتون روان میکنم. فهمیده شد امنیت مرز میگیریم. عسکرا، افغانی ها با مرز آمدن. فکر میکنم کدام پلان دارن. فکر میکنن خدا امروی ما زده میتونن. یک راکت فدای سرشان میکنیم. فایر کو. بچه ها خوب هستین؟ خوب هستیم کماندان صاحب. فایر کنه.